یک دو سه اکشن 22/5/03 به گزارش برگزاری خاص سیل پناهجویان آمریکا به سوی آبهای گرم ایران ادامه دارد. با جلو زدن 0.5% کاملا هریس در نظرخواهی ها و مناظره ها چندین قایق با 10 نفر رهسپار و واژگون شدند. واژگون هم واژه خوبی ها، یک گون از واژه اضافه داره. کشتی پناهجو نجاتیه. یه منبع موثق که خواست حرفشو نزنیم گفت چرا به افغانستان نمی روید؟ آنها که رأفت بیشتری دارند. یک پناهجو بازمانده گفت خودمان میدانیم ولی آنها ساحل ندارند تا برسد دریا. آقا کشتی یعنی چه؟ یعنی واژگون کشتی بر وزن مشتی. پناهجو نجاتیه چه؟ وزن ادبیاتیه.